سلام به همه عزیزان دل. آقا امروز در مورد راه اندازی یک کار خدماتی شیک و پرسود قراره با هم صحبت کنیم. شما برای راه اندازی این کار یه مغازه 40 متر به بالا نیاز دارید و 2 نفر نیروی کار کافیه. میزان سرمایه هم که باید براش کنار بذارید 200 الی 300 میلیون تومانه که بستگی به لوازم و تورم شهر محل سکونت شما داره. این کار اسمش دیتیلینگ یا دیتیلینگ خودرو هستش که هم آقایون و هم خانوما میتونن این کار شیک و پرسود رو شروع کنن. این کار حوصله میخواد و ظریفکاری و ریزه‌کاری داره و تو کار باید دقت بالایی داشته باشید. دیتیلینگ خودرو شامل ریکاوری رنگ، سرامیک و پولیش، واکس بدنه خودرو، خطگیری ماشین و در نهایت صفرشویی تخصصی ماشین هستش که باعث زیبایی دوچندان ماشین میشه و مشتریای شما ماشین بازان و کسانی هستند که به ماشین خود اهمیت میدهند. با توجه به زندگی ماشینی که به وجود اومده، بازار خوبی داره و درآمدهای بالایی از این شغل میتونید به جیب بزنید. این کار سلیقه‌ای هستش و هر چقدر تمیزتر و زیباتر کار کنید، مشتریان و درآمد بیشتری خواهید داشت. معمولاً کارهای خدماتی یک بار هزینه می‌کنید. پس با یک آموزش اصولی و خرید لوازم مورد نیاز میتونید شروع کنید و در آینده هزینه کمتری دارید، چون بیشتر کار تخصص فردی هستش که شما رو به درآمد بالا میرسونه. دوستان عزیز توجه داشته باشید که در آینده هم میتونید با پیشرفت کار خودتون خدماتی مثل PDR و کاور خود رو هم به این کارتون اضافه کنید و از این بخش ها هم کسب درآمد داشته باشید. و در آخر لایک و کامنت فراموش نشه و کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم فعال کنید.